احتیاج به یه فرش داریم که دیگه قابل استفاده نیست. یه جایشو برش میزنیم به دلخواه و بعد با یه فندک که مال من روشن نمیشه متاسفانه، اینجا از آقای همسر کمک میگیرم که ریشه هاشو بسوزونه که دیگه پیشروی نکنه و نشکافه. و بعد بیس کار رو با رنگ اکریلیک و قلتک رنگ میکنیم و جای فرشا رو مشخص میکنیم و با چسب چوب یکی یکی همشون رو فیکس میکنیم. و باید بدونید که چسب چوب رو باید به میزان لازم به همه جای کار بزنید که قشنگ بچسبه. و اگه دیدید جاهای بالا وایساده و درست نچسبیده یه جسم سنگین روش میذاریم. شما هم باید حتما مثل من از کدو استفاده کنید، اگه کدو نباشه فیکس نمیشه. خب بقیه بیس ها رو هم به همین صورت با چسب چوب سر جاش قرار میدیم و تا اینجای کار ما آماده میشه. منتظر پارت بعدی باشید. بقیه نکات رو براتون توی کپشن توضیح دادم. لایک و سیو و شیر یادتون نره.